شروع یک روز نو رو به هر یک شما بینندگان عزیز شد باش میگویم و چون همیشه در صبح بر وقت با خبر تازه در خدمتتان هستم. حالا ساعت با وقت پراگ 7 است و شما از آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی نویدی بومدودی رو در تقدیم من شعله گل حجت تماشا دارید. باوری دارم در چند دقیقه دیگر حتما با ما خواهید بود و چون همیشه نخست از باد و هوا میگویم. در پراگ امروز 18 دکبر هوای کم ابر و بباریش خواهد بود. انتظار می رود که حرارت روزانه 11 درجه را تشکیل نماید. در مسکو پایتخت روسیه امروز بارانی کوتاه مدت میبارد و در دوام روز 3 درجه گرم می شود. در دوشنبه نیز هوای امروز بارانی است. حرارت به 9 درجه برابر خواهد شد. مقامات تاجیکستان روزنامه‌نگار مخالفی حکومت دودجان عطاولویف را عفو و از فهرست شخصانی در جستجوی بین‌المللی قرار داشته خارج کردند. طبق معلوماتنامه‌ای که هفته‌نامه تاجیکستان از قبل مرکز مطبوعاتی دوستانی کل نشر کرده است آمده است عطاولویف دودجان سنه تولدش 2 مارت 1955 زاده شهر پنجکент ولایت سوخت بیرون از قلمرو جمهوری تاجیکستان دوام سالهای 2008 تا 2014 ضمن فعالیت ژورنالیستی جنایت‌های گوناگون را صادر نموده است. از این رو از طرف مقامات حفظی حقوق جمهوری تاجیکستان نسبت عطاولویف پرونده جنایتی آغاز و تفتیش کرده شده و از سال 2008 در جستجوی بین‌المللی قرار داشت. 16 دکبر سال 2019 عطاولویف در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از جوابگری جنایتی آزاد کرده شده پرونده جنایتی نسبتش قطع کرده شد. بنابراین عطاولویف از رویخط شخصانی در جستجوی بین‌المللی قرار داشته خارج کرده شده است. باید گفت دودجان عطاولو 62 سال داشته مؤسس نشریه مستقل چراغ روز و رهبر جنبش وطندار از پایان سال 1992 به این طرف در خارج به سر میبرد و در جریان روز ما کوشش خواهیم کرد که با این روزنامه‌نگار وابسته به خبر عفو شدنش صحبت انجام بدیم. دومای دولتی روسیه روز گذشته سازشنامه دعوت شهروندان تاجیکستان به کار در روسیه را تصویب کرد. سند مذکور از این پیش از جانب حکومت‌های دو کشور امضا شده بود. مقامات میگویند این سازشنامه به تامین حمایت حقوق شهروندان تاجیکستان که خواهش کاری موقتی را در روسیه دارند امکان فراهم می‌سازد. بر پایه سازش حکومت تاجیکستان عهده‌دار می‌شود که شهروندان تاجیکستان را درباره امکانات کار در فدراسیون روسیه آگاه نموده بر پایه تقاضاهای کاردهنده نامزد جمع کند. در همین جریان حکومت باید نامزدهای دارای اختصاص و ملکه ضروری را تعلیم داده بر روسیه پیشنهاد سازد. بر علاوه تاجیکستان موظف می شود که قبل از آماده و سفربر کردن نامزدها برای کار در روسیه وضع سلامتی آنها نداشتن داغ سودی و همچنین تحت تعقیب بین‌المللی یا بین دولتی قرار نداشتن نامزدها را بسنجد. همچنین در سازشنامه ذکر شده است در صورتی که اگر شرطنامه مهنتی پیش از مهلت قطع کرده شود مهاجر عهده‌دار است در مدت 15 روز قلمرو روسیه را ترک کند و یا بر اساس اجازتنامه عمل کننده نزد کارفرمای دیگر به کار درآید. و یادآور می‌شوم سازشنامه جلب متشکلانه شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی در روسیه 17 اپریل سال روان در شهر مسکو از جانب پرزیدنت‌های ملی رحمان و ولادیمیر پوتین در دوره سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان به روسیه امضا شده بود. ماه نوامبر حکومت روسیه این سازشنامه را برای تصویب به دومای دولتی پیشنهاد کرد. ضمناً امروز روز جهانی یعنی روز مخصوص شما مهاجران عزیز است و ما البته در دوام روز در این باره صحبت بیشتر خواهیم کرد. مقامات در اصفهان میگویند که پس از نوفهمی در شروع هفته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان وضع در محل آرام است و راه دهه سامانیان به سمت اصفهان باز شده است. در نوفهمی روز 16 دکبر ساکنان دو دهه مرزی اصفهان و بادکند به سوی همدیگر سنگ اندازی کردند. ساکنان کوکتاش بادکند گفتند که آنها در پی دستگیر شدن یک ساکن این دهه در موضع واروخ تاجیکستان از سوی سرحدبانان تاجیک به نشان اعتراض روی تاجیکان را بستند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان تا به حال به این ادعای ساکنان کوکتاش واکنش نشان ندادند. مقامات سرحدبانی قرقیزستان نیز هنوز به طور رسمی در رابطه با حادثه مذکور اظهار نظر نکردند. به گفته ساکنان دهه سامانیان اصفهان بستن راه از سوی قرقیزها باعث تنش لفظی و منجر به سنگ‌اندازی میان ساکنان این دهه مرزی شده است. به گفته مقامات محلی در نتیجه دو ساکن دهه سامانیان جراحت برداشته، شیشه های مغازه
و نونوایخانه شهروندان تاجیکستان پاره شده است. اقبال تیشاев سخنگوی رئیس شهر اصفهان به رادیو آزادی گفت وضع حالا در دهه سومونیان آرام است، ولی او افزود نمی شود گفت وضع در این منطقه بستوک مرزی کاملا به اعتدال آمده است، چون به تاکید او زمینه مناقشه ها از بین نرفته است. دهه های سومونیان تاجیکستان و کوکتوش قرقیزستان در جماعت چورکو کنار هم جایگیر می باشند. از پهلوی این دهه روی موشنگرد بودکند اقصای می گذرد و بسته شدن راه بین دهه ساکنان سومونیان را در انزوا قرار داده بود. این رو پس از ملاقات نمایندگان مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بازگردید. در این ملاقات مقامات سوخت و بودکند شرکت کردند. دوام ماه جاری برای باری سوم است که بین ساکنان اصفهان و بودکند در موضع سومونیان سنگاندازی و راهبندی صورت میگیرد و مقامات هر دو جانب آن را فرو می نشانند. روز 17 دکبر دادستان‌های آمریکایی در دادگاه اظهار نمودند که لیف پارناس، یکی از همپیمان‌های رودی جولیانی وکیل مدافع پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ، از دست وکیل دفاع اولیگارخ اوکراینی دمیتری فرتاش $1 میلیون گرفته است. دادستان‌ها تاکید کردند که رهایی پارناس بر عوض گراوپولی باید بازبینی شود، زیرا درآمد او و پولی که در صورت حساب‌هایش دارد باید حساب کرده شود. پیش بینی می‌گردد که به همین زودی‌ها دادگاه رهایی شرطی پارناس را بررسی کند. پارناس اصرار می‌ورزد که چیزی را پنهان نکرده است، از جمله پولی را که از فرتاش گرفته است. پارناس در اوکراین تولد شده، حالا شهروندی آمریکایی را دارد. او با خلافکاری در معرکه انتخابات، تفطیع و اصرارات بر دروغ متهم می‌شود. پارناس در ماه اکتبر بازداشت شده بود، ولی بعد سپردن گراوپولی در ایالت فلوریدا در حبس خانگی میباشد. هفته گذشته دادستانی از دادگاه نیویورک خواست گراوپولی پارناس بازبینی شود. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که سال 2019 ژورنالیستیکا یک پیشه خطرناک باقی مانده است، چون در این سال 49 ژورنالیست کشته شده، 389 نفر در زندان و 58 نفر گروگان باقی میمانند. سازمان مقرش در پاریژ این نکته را در گزارش نوی سالانه‌اش نشر کرده است که میزان خشونت و آزار ژورنالیستان را در سراسر جهان تحقیق میکند. آمار امسال به دست آمده پایین‌تر نسبت به نشاندهنده‌های 16 سال آخر می باشد. مؤلفان گزارش میگویند که شماری بیشتر ژورنالیستان در جنگ‌های سوریه، افغانستان و یمن کشته شدند. نصف ژورنالیستان زندانی در محبس‌های چین، مصر، عربستان سعودی به قید گرفته شدند. سوریه و یمن، عراق و اوکراین به عنوان کشورهای ذکر شدند که در آنجا ژورنالیستان به حیث گروگان در دست گروه‌های مسلح و جنایت‌پیشه نگهداری می‌شوند. در ازبکستان تصمیم دارند جزای محروم کردن از آزادی را برای تهمت و تحقیر بکار کنند. در این باره کامل علمجونوف، رئیس اجنسی اطلاعات و ارتباطات ازبکستان، روز 16 دکبر خبر داد. با گفته علمجونوف، پرزیدنت ازبکستان اخیراً قراری را امضا کرده است که امکان می‌دهد معیار محروم ساختن از آزادی به خاطر تهمت و تحقیر بکار کرده شود. بجز این، دادگاه عالی اجازت خواهد داد که روزنامه‌نگاران و شهروندان قطاری در جلسه‌های دادگاهی شرکت ورزند. همزمان با قبول قراری حکومت دستور می شود که رسانه‌های دولتی کار خود را بهتر سازند، معاش کارمندان را سری وقت پردازند، اینچنین سامانه‌های خود را فعال گردانند. قرار است تأسیس رادیو و تلویزیون هم در ازبکستان ساده گردانیده شود. اعضای عائله یک وکیل مدافع پاکستانی اینام الرحیم میگویند نامرده از خانه‌اش ربوده شده است. اینام الرحیم با تحقیق قضیه‌های مشغول بود که در آن نیروهای امنیتی پاکستان با آدمربایی متهم می‌شدند. روز 17 دکبر حسین اینام، پسر وکیل ربوده شده، گفت پدرش را آدمان سیاه‌پوش از خانه‌شان در شهر راولپیندی به سمت نامعلوم بردند. او تخمین نکرد که پدرش را کی ربوده است، ولی نهادهای امنیتی پاکستان با ربودن ژورنالیستان، حامیان حقوق بشر و وکیلان مدافع متهم شدند. سالهای اخیر اینام الرحیم در چندین محکمه سر و صدا که در آن نهادهای اکتشافی پاکستان با آدمربایی متهم شدند شرکت کرده است. یک ساکن ولایت سوخت در کشتار همسرش متهم می شود. سبب کشتار زن از سوی شوهر مینوشی گفته می شود. بنا به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت،
این حادثه 6 دکبر در نویه باباجان غفورов اتفاق افتاده است. عبدالمولان خولمتفی 53 ساله اقرار شده است که همسرش موجوده 53 ساله را از روی بوغی کردن کشته است. به نقل گمانبر وقتی می‌بیند همسرش سرخوش است اول او را به زمین می‌افشاند و بعداً بوغی می‌کند. به قول منبع قبلا زن و شوهر بارها میان هم مناقشه داشتند. در نسبت این حادثه فعلا پرونده جنایتی باز شده است. و یک خبر ورزشی هم داریم. اولین بازی‌های ورزشی کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل از 20 تا 27 اوگوست سال آینده در قزون پایتخت جمهوری تاتاریستانی روسیه دایر می‌گردد. در بازی‌ها دسته‌های منتخب تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولدووا، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین اشتراک خواهند کرد. کمیته تدارکات می‌تواند برای شرکت در بازی‌ها دیگر کشورها را دعوت نماید که دایره مسابقات را وسیع خواهند کرد. انتظار می‌رود که قزون بیش از 2000 ورزشگر و 600 شخص رسمی را قبول نماید. به برنامه مسابقات چنین نمودهای ورزش مانند جودو، سامبو، والیبال ساحلی، فوتزال، بوکس، شاهمات، رقص ورزشی، شمشیربازی و غیره شامل می‌باشند. مسابقات عاید به 19 نمود ورزش در 11 انشاءات پایتخت تاتارستان دایر می‌گردد و باید گفت قزون یکی از شهرهای در ساحه ورزش رشد کرده روسیه، اینچنین یکی از پیشصفان عاید به تعداد پیروزی‌ها در نمودهای مختلف ورزش به شمار می‌رود. بازی‌های کشورهای اعضای ایدم در 2 سال یک بار برگزار می‌شود. در دایره مسابقات همایش ایدم مرز ورزش دایر می‌گردد. و اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز می‌گوییم که از طرف بانک ملی به طور زل تعیین شده است. $1 سومالی و 68 درم است، یک یورو 10 سومالی و 80 درم و 1000 روبل روسیه 154 سومالی ارزش دارد. این چند خبری بود که من در این صبح بر وقت به شما گفتم و البته یادتون نرود که روزنامه آغاز شده است. خبرهای بیشتر از این و گزارش‌های جالب رو ما در دست داریم که در دوام روز ما برای شما پیشنهاد خواهیم کرد و البته طوری هم گفتم یک گزارش ویژه داریم درباره حیات شما مهاجران عزیز که چگونه در وطن شما رو پیوندانتون انتظارند و پیش‌روز میکنند. با ما باشید و روزتان بخیر.